هیچ فرشته‌ای متکبر نیست، همه الله را اطاعت میکنن. سوره 16 آیه 49 و 50. اما به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید و همه آنها به آدم سجده کردند مگر ابلیس نافرمانی کرد و او بسیار متکبر بود. بعد خب این تناقض، میگه فرشتگان معصیت نمیکنن، ابلیس معصیت کرد. این بندگان خدا متوجه نشدن که این که گفته شده که ابلیس معصیت کرد، خدا تصریح کرده که ابلیس از فرشتگان نبود. در سوره کهف میفرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. از نوع جن بود، در اثر عبادت بالا رفته بود، در عالم فرشتگان وارد شده بود. وقتی که فرمان صادر شد که سجده بکنید، این یکی سجده نکرد. بنابراین اصلا از نوع فرشته نبود که اینجا تناقض پیدا بشه. حتی این استنباط هم نیست، توجیه هم نیست که بگیم توجیه کردیم. صریح آیه است و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. این از جن بود، از فرشتگان نبود اصلا. منتها مثل یک کسی که وارد قومی میشه، داخل اون قوم میشه، فرمانی که به اون قوم صادر میشه شامل اونم میشه، حالا چه اطاعت بکنه چه نکنه. ماجرا اینطوری بوده. پس بنابراین اینم تناقض نیست. یه نکته هم اینجا بگم و اون این که این کان من الجن در بعضی از سوره ها نیست. مثلا این آیه هم در سوره بقره آمده، هم در سوره کهف. در سوره کهف سوره مکی است، یعنی قبل از بقره آمده. چون اونجا فرموده کان من الجن قبلا گفته بود، دیگه تو سوره مدنی که بعد از او آمده اینو حذف میکنه، تکرار زائد نکرده باشه. بنابراین اون وقت شماها که سوره بقره رو میخوانید و خبر از سوره کهف که قبل از او نازل نشده ندارید، واسه شما شبهه پیدا میشه که فرشتگان با اینکه معصیت نمیکنن، چرا شیطان که فرشته بود معصیت کرد؟ در حالی که قبل از اون سوره در سوره مکی کهف گفته این جن بود. بنابراین در سوره مدنی دیگه لازم نداشته، این رو حذف کرده. اینم عدم اطلاع شماها رو از ترتیب نزول سور میرسانه که چون آگاه نیستید مکی کدومه مدنی کدومه، از این جهت به خیالتون به گمانتون تناقض پیش میاد.